یا با دیدن دور هم یا تصمیمشون جدی شد که اون موقع تو آلفا شرکت کنن؟ خدا رو شکر خودتون شاهد. این روزا فکر کنم بدترین روزا از نظر شرایط روحی مخصوصا برای جوانان. اصلا انقدر اوضاع بده. پیش شما قبل اینکه بیام اینجا با یه عزیزی صحبت کردم، میگه که تو یک امید به من نشون بده، به یه چیزی که من تو این شرایط الان بهش امید داشته باشم. و خیلی متاسفم که بچه‌هامون اینجوری شدن. شاید یه بخشش هم ماها یه کارایی کردیم یا یه کارایی نکردیم، یه بخشی شرایط وضعیت کشوره، ولی میخوایم امروز بهشون انرژی بدیم. بهش گفتم این لایو رو ببین، گفتم این لایو رو ببین، فکر میکنی که شرایطت خیلی بده، خیلی شرایط بدتر از تو بودن، شرایط اصلا باور نکردنی خراب بودن ولی تغییر دادن. امروز میخوایم به مردم یه خورده انرژی بدیم، انگیزه بدیم، بگیم که میشود، حتی تو شرایط تو هم میشود. بعد انشالله این لایو با تک تکتون صحبت میکنم اگه موضوعی بود و انشالله یه آلفا هم انجام میدیم. بریم. کی میگه بعد اوضاع؟ میگفتم میومد الان میبینم خیلی قشنگه جان تو لایو ما هم جانم. خب بچه‌ها که صحبت میکنیم شاید فکر میکنن که خب خیلی دارن هزینه میکنن بابت اینکه دورن شرکت درسته. از زبان خودشون که بشنون که بابت چی دارن. آره دقیقاً میخوایم تا جایی ممکنه خلاصه باشه. خیلی دوستتون دارم، خوشحالم یه فرصت دیگه پیش اومد، اینترنت اجازه داد و ما تونستیم آنلاین در کنارتون باشیم با آلفایی‌های عزیز، خانواده بزرگ آلفا. تعدادی از دوستان امروز لطف کردن تشریف آوردن، میخوام صحبت‌هاشون رو بشنویم. بچه‌ها هدف از این دوره همی‌ها فقط یک چیزه. ما خیلی وقتا تا نبینیم کسی یه راهی رو رفته و نتیجه گرفته راه نمیافتیم، باورامون جدی نمیشه، حرکت و انگیزه پیدا نمی‌کنیم. تو این دوره همی‌ها ما دوستان رو از شرایط متفاوت انتخاب میکنیم، لطف میکنن، تجربیاتشون رو به شما میگن که فقط باور بکنین حتی تو همین شرایطی که هستین. الان بانوی عزیزی نمیدونم صداشون افتاد دقیقاً لحظه شروع لایو گفتن که کی گفته شرایط بده. آره واقعاً میشه همین الانش هم این حس رو داشت. بشنویم صحبت بچه‌ها رو، منم لابلای صحبت‌ها حتما نکاتی رو لازم باشه خدمتتون میگم. شما بودید. بفرد فیلتر دارین؟ چای هم خوب بیفتاد. استارت؟ سلام، خسته نباشید. من از اصفهان اومدم. من قبلا یه زمینه هایی داشتم آقای دکتر، معجزاتی داشتم. یه چیزای کوچولی احساس میکردم، شاید الان فکر کنم خیلی کوچوله ولی خیلی بزرگ بود. توانایی قدرت داشتم، خودم رو شناخته بودم، با کودک درونم رفیق بودم، با کمک شوهرم و بچه‌ها مسافرت‌های تنهایی میرفتم که خودم باشم و خودم، یعنی این فرصت رو داشتم. ولی با شما آشنا شدم، توی بد موقعیم بود و در بهترین زمان، در بهترین مکان و با بهترین استاد و پشتیبان عزیز آشنا شدم. دوره بدی رو گذروندم، خیلی بد، با پاکسازی، با استفراغ روانی اصلا وجودم عوض شد. یه انگار ثبات پیدا کردم، خیلی عوض شدم، خیلی بیشتر ایمان پیدا کردم و کاملا به شما اعتقاد داشتم. برای همین الان اصلا دوست ندارم از زبون شما بشنوم اوضاع بده. اوضاع عالیه. از زبون چون ما نگرشمون سریعه و واقعیت اونی نیست که میگم. کلا اخبار تو خونه ما قطع شده، کاملا ایده من مثبت. حتی توی مسیر داشتم به پشتیبان نازنینم میگفتم یه ایده فکری زد به سر من و شوهرم. یعنی تو همین مسیر که اومدیم، تو همین اوضاع که بد بود، همه چی عالیه. و همیشه وقتی میخوام فکر کنم اوضاع بده یا اتفاق بدی افتاده، به این فکر میکنم که جاهای دیگه یا دورهای دیگه اوضاعی بدتر از این بوده، اتفاقای بدتر از این میتونست بیفته. خدا رو شکر امنیت داریم، خدا رو شکر همین گروه مثبت میتونیم دور هم جمع بشیم. این خودش تمام معجزه است. و مثبت اندیشی، روزه مثبت اندیشی خیلی به من کمک کرد.
میتونم بگم در حدی که اصلا افکار منفی ورودیش صفر شد. ایمانم خیلی تقویت پیدا کرد، به خودم خیلی باور دارم، به خودم، به خداوندگی درونم، به اینکه آدمای شاد و آدمای مثبت دیگه‌ای هستن خیلی خوشحالم. برای اولین بار مثل اینه که منم تایید دارین میکنین دیگه، غیر از اینکه ازتون انرژی گرفتم و به همه توصیه میکنم اگه فکر میکنین اوضاع بده، اگه فکر میکنین از لحاظ روحی ثبات ندارین، دوره آقای دکتر جولایی بدونه که خودشونو من بگم، من میخوام واقعا اقرار کنم که پرفکته، خیلی عالیه. شما با کلامی ساده خیلی چیزایی دستی به ما یاد دادید و ممنونم ازتون، سپاسگزارم. خب میخوام از نتایج بشنوم بچه‌ها. نتایج هم که شاعرم باید بگه. دوستان و خانوادم هر کس با هم حرف بزنه میگن خیلی عوض شدی. خب یه کارخونه برای فروش داریم، توی همین اوضاع بعد قبل از اومدن دوباره یه مشتری براش پیدا شد، تصمیم داریم اصطلاح قطعات کوچیکش کنیم، یه کار را بندازیم. ولی تو مسیر اومدن یه ایده کار به ذهنمون رسید که یه نمایندگی بگیریم و یه کار جدید هم. قبلا خب خیلی شوهر من بین همون 99% رو فکر میکرد. الان یه برند زعفران داریم، میخواستم براتون بیارم تو ماشین اینجا مونده. یکی از پسرام تو کار فیروزه کار میکنه و یه سری مطالبی که شما گفتین ما قبلا انجام میدادیم، ولی انگار ما آدما دوست داریم که تاییدمون کنه. متاسفانه اطرافیان میگن پسر تلویزیون نداره تو خونه، قبلش داشتم گفتم پسر من تلویزیون نداره، یا رفته مدرک نگرفته، رفته فلانجا، بابا میخورنش تو سالمیه، حتما شما میشناسید. ولی اینقدر شوهرم و من راحتشون گذاشتیم بچه ها پرامال نروردن. توی همین اوضاع بعد بدون هیچ سرمایه هنگفتی، فقط با اینکه به هم به اصطلاح عشق میدادیم، همدیگه رو باور داشتیم و حضور توی کلاسای شما باعث شد که این ایمان و این عشق و این آرامش درونی، این ذهن خالی من بیشتر بشه و مسلما روی خانواده من خیلی هستم. خدا رو هزار مرتبه شد. خیلی ممنونم. سپاسگزارم. خیلی ممنونم. درتون پشتیبان عزیزم. و همسر گلم. میکروفون زحمت بدیم به دوستمون. آره واقعا آلفا کاری که میکنه اون یه بخشی از ذهن تو شروع به فعالیت میکنه، یعنی شاید ازش استفاده نمی کردی، شاید جدیش نمی گرفتی، شاید چسبیده بودی فقط به اینی که کار کنم، فقط کار کنم. ما تو آلفا نمیگیم کار نکن، میگیم خیلی باید هوشمندانه کار کنیم. آخرین کار دستاته، خیلی کارهای دیگه قبلا اینجا باید بکنی. تفاوت آلفا با همه دوره ها همین. خیلی ممنون از شما. بفرمایید. منظور فقای هستم از اسلام و سپاسگزاری میکنم به آقای دکتر که اجازه دادیم ما بیان از نزدیک ببینیم. من خیلی وقت اسم میگم اوضاع خوبه، شاید الانه شاید بیشتر از یک سال باشه که میدونم به چای اسفان که الان من دارن میدونن که من همیشه میگم اوضاع خوبه. سندی زندش هم میذاره قلب اصلا میشه که تو همکار هر چی رو حرف زنیدم برای من نگید، تو این کاره من این کاره و همه چی خوبه، اون با افکار خوبه بسیده بده. البته تغییر کردن درد داره. من قبلش اینجا یه مقداری این بندگون خدا که نسسته بودن درد دلای من یه مقداری هم احساساتشون خوب نبود، چون من درد کشیدم ولی رشد خوبی کردم، یه دور خیلی کردم ولی زندگی متحول شد. اما یک سال طول کشید. گفتم به خانم صالحی من این پاکسازی که شما گفتی یه بار دو بار 10 بار گوش داده، من شاید 1000 بار گوش دادم. الان داشتم به خانم صالحی گفتم فکر کنم همین دورایی که آقای دکتر داره ارائه میده شاخه های همونه. من اینجور تصور دارم، چون من همه چی رو دست آوردم دیگه. بخوام یکی دست آوردش رو بگم خیلی زمان بره. شفا گرفتم توضیح دادم، حالا بخند که شفا میدم.
من این پام جوری شده بود که دیگه نمیتونستم روش بایستم، به طوری واقعی نمیتونستم روش بایستم و خیلی دکتر این ور و آدمی هم نیستم که بنالم، نبودم از اولم نبودم که هی بخوام تو خونه برم همون درد خونه این درد، همیشه در اون ریزی بیشتر میتونید. یعنی درد داشتی یعنی تحمل درد بله اون چیز کاری برام میتونه خودم میکنم، ولی اون تو پاکسازی به اون 4 ذکر متاسفم مسئولم، لطفا من به بخش سپاسگزارم، دوست دارم. شاید بگم اگه بخوای ساعت بگیری 100 ساعت بیشتر من کلام رو گفتم و 3-4 تا نتیجه خیلی 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 عالی. یکیش همین پام بود، یکیش این دستم بود که گفتم به هنوزم آثارش هم این زخم از بچگی با منه. زنجیری موتور رفت گیر کردم ساعت حالا زنجیری موتور بود و من از ترسی که حالا استا میاد میفهمه زخم اونم میزنه دارم نمیتونستم در و زخمش همونجور با من بود تا افونی شده بود دیگه. این آقای کاظمی که مقدر دستم چیزیز باستن از زنده شوهر خواهرش متخصصی زیبایی جراحه اینا رفتیم سراغش، گفت تا نگاه کرد گفت بیاید وحشت تاک شده بود، گفت باید بیاید بری نمونه برداری. همون وقتش حرف شد، گفتم آقای کاظمی گفتم میام نمونه برداری. گفت چرا حتی حرفی چند تا گفتم اول آقا اصلا من ایمانو بردم به حرفی که شما زدید چون دلیل نداره، من ایمانو بردم به شفا و هم با همون ذکر در حالی کار کردن. کارم یه جوری است که با قیل سر کار دارم، با نفس سر کار دارم، با هم آلودگی و در حالی کار کردن. روز 2-3 بار دستم از دو کنی کردم و هم زمزمیم همین من تو خونه باشه بچه ها میدونن دارم به بایست شما گوش میدن، تو خیابون باشه محلی کار باشه هنسفیری یه گوش ندارم بازم ادامه میدم و فکر میکنم که تمامی زندگی ما، یعنی گفتم من اصلا یه موقع کسی جو اکنیچه 2 متر منده بایست ما هفت اینقدر من اخمام تحمل اینقدر خودم و خدا رو شکر همه اینا خوب شد، من آرامش رسیدم. شغلی که گفتم سالی سال جز آرزوام دوستش می‌داشتم و ترسی از آینده نمی‌ذاشت برم سراغش و هر رو می‌رفتم سر کار با حالی بد و ترسی از اینکه فردا چی کنم. یه روز گفتم که یه ماشین داری بفروش برو جلو، هر اتفاقی میفته و فروختم و رفتم جلو و شد و جاوای سر در آوردم که کسایی که آنشای 30 سال 40 سال کارشون بودید که تو مجموعه هاشون کسی رانی میدادن، خودشون سوال شد و با افتخارم منو پذیرفتن، منم دوستشون میدم. واقعا یکی به نام آقای صنعت تو اصفهان ستونی صنایع دستیه و واقعا خیلی لطف کرد به من ازش سپاسگزاری میکنم که اصلا تو مجموعهشون راه داد، یعنی تو کلی صنایع و موفق شدن و منم الان هیچ بازار خیرای بازار خبر ندارم، حقیقتی خبر ندارم. حقیقتی این حرفی نیست که کسی من دیکته کرده باشه، حقیقتی خبر ندارم. من دوشنبه هفته قبل قرار میام اینجا از خانم سالی بازم عذرخواهی میکنم، پارسالم دوباره با من تماس گرفت و من چون درگیر همون پاکسازی بودم و من خیلی آشفته کرده و خیلی درد داشت تا تغییرات خودم انجام بگیره و نگیدم. دوشنبه اون هفته که گفتن حتما میاد، بعد که پیام داد که افتاد به چهارشنبه دیگه گفت چون تو کارم باید برنامه ریزی کنی، برنامه ریزی کرده بودم بیام یه مسافرت برم، شاید دوران عمرم 100 تا مسافرت بیشتر رفته باشم، شاید هم زیاده، ولی یه مسافرتی تک رفتم با خانومم 6-7 روز طول کشید و تازه برگشتم و فکر کنم بهترین مسافرتی زندگی ما رفتم. هیچ چیزی قیمت نگرفتم، هیچ جا. یعنی اصلا برام مهم نبود که بخوام برم این حالا این هتل چندی، این غذا چندی، این رستوران، میگشتم بهترین رو پیدا میکردم. حتی یه ذره رفتم تو محمود با ویلا میخواستم بگیرم، بعد با آقا برو جلوتی گیرد میم. اومدم در
دیدم که تابلو ویلا جلوشه، برگشتم گفتم این مالی فروشه مالی اجاره. گفت شما ویلا چه میخوای؟ گفتم شما من به شما گفتم چی میخوام؟ شما ویلا داری یا نه؟ گفت بله این قیمت. گفتم بعد یه برم واقعا مهم نبود. یه موقع واقعا میترسیدم برم یه مسافر، واقعا میترسیدم 2000 خرج کنم. حقیقتی نیست. اصلا واقعا همیشه مشکل نمی بود که من الان اگه این حساب بانکی میاد پایین چه اتفاقی؟ و خدا رو شکر تا حالا هیچ وقت اتفاق نیفتاده. و روز به روز هم کارم بهتر میشه، هم فروشم بهتر میشه، هم به کسایی میتونم جنس ارائه بدم که خیلی یا نمیتونم. به کسایی میتونم فروش کنم که خودم هم برای خودم سواله. حالا همه اینا رو گفتم به عنوان یک کوچیک‌ترین شاگرد استاد. کسی هم که اگه بشم گفته اسم دو بنویس بلد نیستم، سواد ندارم، با حقیقت سواد ندارم، ولی فقط با شنیدن، با گوش کردن به این صحبت ها، به این فایل ها یه انقلابی تو درون من ایجاد شد و من سپاسگزار کنم. شغلم عوض شد، درآمدم خوب شد، آرامشم خوب شد. یعنی حقیقتا چیزی دیگه به نام ترس، اضطراب، هول، نگران من ندارم. خیلی ممنون. یکی از کارهای خودشون رو لطف کردن و به عنوان هدیه آوردن. این یه ارزش معنوی برام داره برای اینکه روش خودشون کار کردن. خیلی ممنونم ازشون. تو فرمایشاتشون یه نکته خیلی طلایی بود. این نکته حتما باید یادمون باشه. گفتن که تغییر درد داره. تغییر درد داره. ما میدونیم که تغییر درد داره. هممون میدونیم. اما اگه این درد رو تحمل نکنیم مثل همون ماجرایی میشه که انگشت لای چرخ درد رو داره احساس میکنه اما میخوره، تحملش میکنه. ما خیلی همون لحظه به لحظه تو زندگیمون داریم دردی رو تحمل میکنیم که میتونیم با تکنیک های اینا رو از خودمون دور بکنیم. حداقلش اینو اون آرامش رو تجربه بکنیم. به هواپونوپونو اشاره کردن، اون 4 تا ذکر خیلی خوبه، 4 تا ذکر، اما در اصل 5 تا بوده و ما اون 5 تا رو با یه سبک خاصی توی این دوره در اختیار دوستان قرار دادیم انجام بدیم. بچه‌ها همین تکنیک‌های خیلی ساده خیلی موثره، خیلی تاثیرگذاره. ایشون فرمودن که به آرامش رسیدم. هیچ ثروتی بالاتر از آرامش نیست. ارتباطم، حالم، شرایط مالیم و اینی که دیگه نگران و دغدغه مالی ندارم، نگرانی ندارم، اینا خیلی ارزشمنده. شاید مثلا سالها باید مشاوره بگیری، شاید سالها باید مطالعه بکنی، اما وقتی توی دوره 1 ماهه میشه این کارا رو کرد، اسم شما میذاریم معجزه. خیلی ممنونم ازتون. جانم بله یکی سایی بدن بفرم چون که اشاره کردیم که یکی سایی بدن به ناردن. من این زوم دارم بگم برای پایانی که من یه روزی حقیقتا مرکزی کارم مورچه خورد بود. از اصفهان رفتم شهر صنعتی، مورچه خورد و خدا شاهد است پیش یه روزا به امید که یه تریدوی زنده بگم تومن کنه میرم. اینقدر درد کشیدم اما الان دارم میگم واقعا میشه، واقعا شد. من اکثری به چهار اسلام میشناسندم. یعنی اگه یک کلمه بگم که حالا نمیخوام زیاد راجعش صحبت کنم، یک کلمه بگم هم درد عزیز، اگه یه قدم برداری 1000 قدم میریزی. تشکر میکنم. خب بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت همه آنفایای عزیز. منم 2 ماه دوره دکتر رو خریدم، بعد از آلفا هم سیگما رو خیلی تو آلفا موفق بودم، خیلی موفق بودم. اولین چیزی هم که بعد از جذبای مالی من فهمیدم اینه که با دوره سیگمای شما من خودم به تنهایی کافیم. من از ترس تنهایی آدمای خیلی سمی رو دور خودم جمع کرده بودم.
که با دوره سیگما و آلفای شما تونستم کاپسوزی رو انجام بدم، این آدم‌ها رو خودم دور کنم. و با دوره آلفای شما من به خانم احمدی جانم گفتم با اون که خیلی شرایط بد مالی داشتم برای خرید همون اولیه با تخفیف، ولی الان به جایی رسیدم که قرار بود با ماشین خودم بیام، نتونستم. حقوق مثلا با اون که کار نمی‌کنم، ولی حقوقم رو از 10 میلیون به 38 میلیون تغییر بدم. خیلی خوشحالم. خیلی به دستاوردهای خوبی رسیدم چون با 2 تا پسرم تنها زندگی میکنم و این حال خوب من به اونام سرایت کرده. و من 2 تا پسر موفق تو زمینه فوتبال، مثلا اینجوری نبودم، فوتبال بازی نمی‌کردم، خیلی تو زمینه فوتبالشون موفق شدم، خیلی تو تیم همون منطقه رفتن، تو تیمشون بازی میکنم، خیلی خوشحالم. و چیزهای دیگه ای که داشتم، مثلا یکی از بهترین ها میگم آدمای سمی خیلی دور خودم جمع کرده بودم و اون تنهایی رو نمیتونستم بپذیرم که با سیگما من این رو انجام دادم و اصلا من آلفا رو خریدم که یارم رو برگردونم به زندگی. یه یاری داشتم خواستم اونو برگردونم. 2 ماه تلاش کردم. 2 ماه تلاش کردم که برش کردم. حالا مالی جذب مالی هم برام مهم بود، ماشین خریدنه برام مهم، ولی 2 ماه تلاش کردم یارم برگردونم. ولی فقط با سیگما اون دوره خودسر فهمیدم که خدا چقدر منو دوست داشته، خدا چقدر عاشق من بوده که این آدم سمی که من متوجه نمیشم به خاطر ترس از تنهایی، این آدم سمی خوش به پای خودش شد و بعد در رو باز کنم بره، بعد درهای سمی رو ببندم تو درهای دیگه به روی من باز و واقعا باز شد. واقعا زندگی من رو به اون شد. حتی گلدون خشکیده خونه من سبز شده، انار داره، حتی گل انار داره، این انار کوچولوها داره. خیلی خوشحالم که اصلا همه چی عوض شد، همه چی خوب شده، حتی مریضیام. من مثلا همیشه مشکل کمر درد و رگ سیاتیک دارم، من حتی تونستم مشکل سیاتیکم رو حل کنم خودم و آرامش خیلی زیادی. هیچ وقت من آرامش ندارم تو زندگی، هیچ وقت من آرامش نداشتم، هیچ زندگی خیلی پر تکاپو دغدغه، ولی آرامشی که توی 1 ماه مخصوصا در 19 روزه که سیگما رو شروع کردم، آرامشی که دارم تو عمرم ندیده بودم، تو عمرم نداشتم. خیلی عالیه دوره، خیلی دوره سیگما بعد از آلفا خیلی عالیه. حتما این کار رو انجام بدید. یعنی توصیه می‌کنین توصیه 100% میکنم. شما آلفایی میشی برای اینکه آرامش داشته باشی و به خواسته ها، به جذبایی که دوست داری برسی. ولی سیگما رو انتخاب میکنی برای اینکه بتونی بهترین روابط رو داشته باشی، بهترین آدما رو از اطرافت انتخاب کنی، چه باشون زندگی کنی چه دوستی کنی، همه چی رو میتونی دیگه بهترینشون. به نظر من با سیگما واقعا میشه. بسیار عالی. خیلی ممنون که به دوره سیگما مشاهده کردید. جمله طلایی خیلی قشنگ بود. برگشت گفت که من به خاطر اون موضوع تنهایی، حس تنهایی، ترس از تنهایی، هر اسمی میخوایی بذارید، آدمای سمی رو دور و برم جمع کرده بودم. ما معدل همین آدمایی هستیم که دور و برمونن، عزیزانمون، نزدیکانمون، حتی بعضی وقتا پدر مادرمون. ما داریم اونها رو انعکاس میدیم. ببین دور و برت کیان. اگه شاید بتونی یا اگه بتونی اینا رو کم بکنی، اینا رو اصلاح بکنی، روی اینا یه نظر در واقع ارزیابی داشته باشی، 2-3 تاشون رو کم بکنی، بعضی وقتا همشون رو باید بذاری کنار، نه تنها موضوع تنهایی به اینا متوجه میشی که ربط نداره، زندگیت از این رو به اون رو میشه. من خیلی رو دیدم که فقط 1 نفر رو حذف کرد، فقط 1 نفر رو حذف کرد، اصلا بلند شد. اینا مثل لنگرن، اینا مثل یه دیوارن جلوت، اینا همون کسایی هن که لباستو گرفتن میگن نرو بیرون، نرو دنبال رویاهات، نرو دنبال موفقیت‌های بزرگ، با جملاتی مثل اینه که تو نمیتونی، تو شرایطشو نداری یا خیلی حرفای دیگه. تنهایی راه حل داره. تنهایی یه ویژگیه که باید اصلاح بشه. راش پیدا کردن آدم سمی نیست، پشت آدم سمی پناه شدن نیست، وابستگیه نیست. راش اینه که رو خودت کار کنی. خدا رو شکر اسم سیگما رو آوردن، دوره سیگما روانشناسی ارتباطات و دقیقاً روی این موضوع کار میکنه که حتما اون رو هم توصیه میکنم. بفرمایید.
بین صحبت‌ها این خانم منادی بین صحبت‌ها میکروفون رو عوض کنیم دیگه بچه‌ها اذیت نشن. من سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم جولایی و همچنین همه دوستانی که اینجا هستن. اول از هر کاری که من میخوام بگم که جو مثبت اینجا رو واقعا دوست دارم همه یه روزی تجربه بکنم. من خواهش بکنم یک خورده صداتون رو انرژی مثبتی که همین الان واقعا باش مواجه هستیم واقعا منحصر به فرد یونیکه در اینجا. و من خدا رو شکرم به خاطری که کلا با کانال استاد آشنا شدم. خیلی وقته تقریبا حدود شاید بگم 10 سالیه من دنبال میکنم و پیگیرم به خاطر علاقه‌ای که به کلا مطالب روانشناسی 10 سال فرمودین جدی و کلا پیگیر بودم و هستم. یکی از دلایلی یکی از انگیزه‌ای که من داشتم که بیشتر با پیج استاد آشنا شدم به خاطر اون نظم و دقتی بود که تو کارشون داشتم. پیگیر بودم و من خیلی اینو یعنی برام ارزش داره و یکی از ارزش‌های زندگی خودم هم هست که طبق برنامه و نظم اینا پیش میرم و خدا رو شکر تا حالا موفق بودم. دور آلفا رو تهیه کردم از پیج ایشون. من خودم آدم هدفمند بودم ولی هدفمندتر شدم، طوری که تمام اهدافو من یادداشت کردم دارم و هر روز مرور میکنم. یعنی از صبح که بلند میشم یه روتین رو دارم برای خودم، از جمله اینکه اهدافو اول مرور میکنم، روتینمو میذارم، شامل ورزش به خودم میرسم، کتاب میخونم، ورزش میکنم و خودم هستم در واقع و احساس میکنم این خود بودن و کافی بودن در واقع تمام هدف برای همینه، برای آرامشی که ما تو زندگی باید داشته باشیم و یه رو رها شدگی به اصطلاح یه جوری که وابستگی‌ها رو ترک بکنیم در واقع. یعنی تمام این تلاش ها به خاطر همینه و وقتی که وابستگی نداری به هیچ چیزی، رها هستی، یه نوع آرامش رو تجربه میکنی در واقع و اینکه از همه نظر، از نظر روحی، از نظر مالی یه نوع استقلالی به وجود میاره که در واقع خود عاشق خودت میشی و وقتی که میگه تکی از خودم هستی اینجوری خودشون نشون میده در واقع. و من روزی که یعنی رو خودم کار کنم، پیشرفت داشته باشم، اون روز برام بهترین روزه. شبش من آرامش دارم و به خودم احسنت میگم و میگم که زندگی همینه واقعا. در خدمتتون هستم. خیلی عالی، خیلی ممنون از شما، تشکر میکنم. خب یه خورده ملموس‌تر از نتایج بگین. اگه بخش مالی بوده، سلامتی بوده، آرامش بوده، هر چی بوده. بخش مالی شد خب شاید خودم زیاد توقعی نداشته باشم، ساپورت میشم، بهش فکر نکردم. اما از نظر روحی من گفتم من خدمت دوستان یه شکل پانیک اتک داشتم. اتفاقی که برای یکی از عزیزانمون افتاده بود و قرص اسیتالوپرام مصرف میکردم، تحت نظر بودم. ولی دوری که از شما گرفتم تهیه کردم، دور آلفا، واقعا تا یه مدت من گذاشتم کنار قرصو. خیلی خوب شده بودم، عالی شده بودم. یعنی طوریه که باز خوبم اما دوزشو خیلی کمتر کردم و امیدوارم یه روزی اینم دیگه بزنم. حتما انشاءالله. حتما هستش. حتما. خیلی ممنونم. تشکر می‌کنم. دو تا نکته خیلی قشنگ توضیح دادن. گفتن که اول خودت باش. بچه‌ها میکروفون رو بدین به ایشون. اول خودت باش و دوم نکته خیلی مهم، بعد از اون متوجه میشی که خودت به اندازه کافی هستی. باور بکنین همه ما این ویژگی رو داریم، فقط کافیه خودت باشی. برای اینکه خودت باشی باید خودت رو بشناسی. برای شناختن خودت این چیزی که با خودت حرف میزنی اصلا تو نیستی. واقعا این چیزی که راجع به خودت حرف میزنی یا دیگران میگن اصلا نیستی. کتاب جدیدی که دیروزم عکسش رو گذاشتم، خودت باش دختر، پیامش همینه. میگه من یه عمر دروغ شنیدم از دور و برم، از پدر، مادر، خواهر، برادر، دوستانم، جامعه، راجع به من اطلاعاتی که دادن دروغ بود. چه بسا شما هم یه روز متوجه بشی اطلاعاتی که از بیرون راجع به خودت میگیری اینا دروغه. اون درونت چه خبره؟ اون درونت رو دریاب. اونه که واقعیت تو رو انعکاس میده. اونه که باید اون جنگاور درون تو رو بندازه به جون زندگیت و حرکت بکنی. این خیلی ارزشمنده. کسی یه روزی
از بیرون بیاد تو خودش، از بیرون بیاد خودش رو در درون خودش پیدا بکنه. این خودیابی خیلی اتفاق زیباییه که قطعا توی دوره آلفا تجربه میکنید. خیلی ممنون از شما. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. درود بر شما. آره اشکالی نداره، اشکال همه ما هیجان اتفاقات قشنگی اینجا افتاده. می‌خوایم یکی صحبت کنیم بعد شما. من 3 هفته پیش آلفا رو تهیه کردم، شرکت کردم، یعنی این دورهمیتون که دیدم نمیتونم ببخشید دورهمیتون که دیدم بعد خیلی باور داشتم. من یه سوال میکنم، من اینقدر وحشتناکم این بچه‌ها اونایی که با دوربین دارن تماشا میکنن، آره اشکالی نه، کاملا هم طبیعیه. یکی دو تا نفس عمیق، میخوای خبرهای خوب بگید، اتفاقات خیلی خوب بگید. شما دخترشون هستی؟ چقدر مادر خوبه، چقدر خوبه. مادر رو تشکیل میدید. بفهم 3 هفته پیش دوره رو تهیه کردم. از مشاور خانم احمدی میکنم، خیلی خوب مشاور خوبی هستن، ازشون تشکر میکنم. بچه‌ها واقعا از همه مشاورات تشکر میکنم. از کاران پشتیبان ما هر کدوم یه مدرسن، هر کدوم انقدر تجربه دارن و انقدر این تجربیات رو با خلوص نیت، با حوصله و با تمام وجود در اختیار شرکت کنندگان میذارن. اینقدر من پیام خوب از اینا گرفتم که فکر میکنم که بهترینا رو من دارم و این افتخار میکنم به این. فایل هایی که توش میدادم کامل برای همه جزئیات توش میدادم عمل میکردم. کلا همه رو که انجام دادم همون هفته اول اتفاقی که واسه من افتاد، نه واسه من، کلا مثل خانواده من که مثلا ما یه زمینی داشتیم چند سال پیش که خوردیم ولی موفق نمی‌شدیم که اونجا رو شهرسازی واسه ساخت بشه، ولی موفق شدیم تصمیم بگیریم که بریم با سازنده صحبت کنیم که بسازه و این اتفاقا افتاد. و اتفاق دوم که زمین شراکتی دیگه داشتیم که قرار اونجا رو بفروشیم که این خونه رو این زمین رو داشتیم و مثلا بسازیم. بعد یه سال پیش گذاشته بودیم واسه فروش، اصلا مشتری نمی‌بود که تو همین آلفایی که شرکت کردم همون هفته اول واسه زمین مشتری پیدا شد. بله اون هم به فروش رفت. بعد خبر سومی که ما توی تهران یه دونه موضوع داشتیم، بعد سربازی بودیم. تقریبا 3 سال پیش کارمون به دادگاه کشیده بود و خیلی اذیت شدیم، خیلی. و اصلا رنگ به ما نمیداد چون موضوع واقعا برای ما مزم بود. بعد همون هفته پیش دادگاه رنگ به ما داد که بعد من اصلا کلا که واقعا آلفا رو اونجا قبول کردم. ببین همه اینجوری هم همه میگن اول به من ثابت کن، اول تو زندگی من، بعدا من قبولت میکنم. قبول داشتم ولی اونجا که واقعا که از ته دل باور کردم ایمان رو بزن. درسته اولش سخته ولی واقعا برش خیلی لذت داره. آره اون چیزایی که میرسه خیلی لذت داره. همین کارانشی که خودم می‌ذارم خیلی خوبه، خیلی. بعدش اینکه این هزینه واسه این ساختمون می‌گیره واقعا مبلغی نیست. اصلا مبلغی نیست. این اتفاقای قشنگی که در خودمون در دور اطرافمون که وجود میاد واقعا مبلغی نیست. این از ته دلم و دوستان همتون شرکت کنید چون واقعا من کلی اتفاقای قشنگ زندگی کردم. خیلی خیلی خوشحالم و اینکه کاش خیلی چطور بگم خیلی زودتر از اینا مثلا با آلفا آشنا می‌شدم ولی الان این نیست. خوشحالم که با شما استاد عزیز و مشاور خوب و خیلی ممنون. تشکر می‌کنم. خیلی ممنون. اینو بارها ما شنیدیم که ای کاش 5 سال پیش، 10 سال پیش، 20 سال پیش من با آلفا آشنا می‌شدم. یه بار من خودم به خودم همینو گفتم. ای کاش خیلی زودتر این دوره رو در واقع ارائه می‌کردم. همه اینجوریه. اما مهم نیست. از امروزی که متوجه شدی اگر اقدام نکنی، اگه آلفایی نشی، اگه آلفا رو تجربه نکنی،
میدونی 5 سال 10 سال بعد یه روزی یه حرفایی میشنوی، یه اثباتایی برات میشه، از یه جایی پیام میاد، اونجا میگی که چرا من اون روز اقدام نکردم. وقتی میتونی یه کاری بکنی که حتی شده فقط و فقط در زمینه آرامش از درونت یه قدمی برداری، باید برداری و نداری پیش خودت بعداً مدیونی. خیلی ممنون از شما. خب دوستان دیگه شما بفرمایید. درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان عزیز و اول از همه خیلی خوشحالم که اصلا خدا اینقدر منو دوست داشت الان اینجام. تا اینجا اومدنی خیلی فکر میکردم که چه صحبتی بکنم، از کجا شروع کنم، چجوری صحبت کنم که شعاری نباشه. داستان آشنایی من با شما سال 99 بود. خب دورای خیلی بدترین سال زندگیم بود اون سال، توی تابستونش بود تقریبا، که شب تا صبح بیدار بودم. یعنی زندگی در روتینی بود که شب تا صبح بیدار، اصلا کاروبار خیلی سخت و طوری بود که تمام اطرافیانم میگفتن که شغلتو عوض کن در این حد که اصلا از این شغل بیا بیرون. تا همینجوری تو این اینستاگرام داشتم میچرخیدم، بعد یه دفعه یه دونه پست از شما دیدم که دقیقا روز اول چالش عبارات تأکیدیتون بود، گذاشته بودیم، اولین روزش هم بود. همینجوری دقت کردم، بعد رفتم تو پیجتون نگاه کردم، ناخودآگاه انجام دادم اون 40 روزی که این پست رو گذاشته بودید با شما همزمان هر روز تو. از اونجا کاملا شروع شد. من حالا اول از هم بگم که شغلم چیه. من دکوراسیون داخلی کار میکنم، دیزاینرم، کابینت MDF و سفت و سده کار. مغازه نداشتم اون موقع، تمام یه سری ابزار کار فقط داشتم که توی انباری خونه میذاشتم. بعد یه پیکاموانت داشتم فقط، مستاجر بودم، شاید با خنده‌دار باشه، پول پیش خونم فقط 10 تومن بود. الان 50 متر مغازه دارم، دیزاین شده. این چیزیه که مثلا همش اسنادش هستش. من منطقه حوزه کاری تو چه شغلی هست؟ گفتم دیزاینرم، کابینت دکوراسیون، هر چیزی که با MDF باشه. من با جون و دل انجام میدم. بعد الان 50 متر مغازه دارم، 3 تا نیروی کار دارم، تنهایی کار میکردم. من تا اون موقع خیلی واقعیت رو بگم با وانتم کار میکردم تا خرجم بچرخه، در حد ماهیانه 3 تومن شاید در میومد در اومدم. بعد 3 تا نیروی کار دارم، یه اکیپ نساق دارم. چجوری بگم، هلوشم بگم ابزار کاری که دارم نزدیک به 1 میلیارد الان از قیمتشونه. و خونه 60 متری داشتم که الان 140 متر خونه رهن کامل دارم، مغازم هم رهن کامله، 2 تا ماشین دارم، یه سواری و وانت شده. شاید باور نکنید از اون چالش عبارات تأکیدیه شروع شده که همیشه من هر روز دارم انجام میدم. هیچ برای من دیگه چالش نیست، هر روزه این عباراتی که میگم. زندگی شخصیم داشت از هم میپاچید، درست شد کاملا توی اولین آلفایی که شرکت کردم دیگه. و فقط علتی که اومدم اینجا دوست داشتم بیام و به زور اومدم، واقعا میگم از نظر تایم کاری. حتی خانم احمدی به خدا در جریانم، نمیتونستم همه عزیزان میدونم مشغله دارن، ولی خیلی ممنونم که وقت به خدا اصلا بابت هیچ منتی چیزی نیست، با افتخار اومدم که اومدم فقط از صمیم قلبم ازتون تشکر کنم که هستید و هم به این درجه از انسانیت رسیدید که کمک میکنید، انسانیت رو کمک میکنید. من کوچیک شما میثم هستم. آقا میثم عزیز، یه تعدادی الان هستن که الان تصویر شما رو میدن، باور نمیکنن. خب باورتون میشه بچه‌ها که بارها حتی همکارا به من میگن چجوری این بچه‌ها رو دور خودت جمع می‌کنی، این دور همی‌ها رو چجوری، مثلا حتی یکی تیکه اومد که مثلا چقدر هزینه می‌کنی این بچه‌ها میان اونجا. خب میخوام بگم یه جوون که الان تو شرایط شماست، شرایط قبل، هیچ امید، انگیزه، اصلا شرایط خیلی بد، هیچ راهی هم نمی‌بینه،
چه توصیه‌ای دارید؟ چه جوری میشه واقعا حرکتش؟ من به نظر من چیزی که من فهمیدم، حالا نمیدونم شاید هر کسی دیگه جور دیگه متوجه شده باشه، من همیشه دنبال یه نوری توی قلبم بودم که اون واقعیت خودم رو به خودم اثبات کنم که میتونم و خیلی من عاشق کارم بودم آخه و واقعا خب نمیدونم ایمان نداشتم به نظرم بهش که میتونم به درجات بالاتر از اینی که هستم برسم اون موقع و اون مسیری که من قرار گرفتم و فهمیدم که اون توی چیزهایی که شما آموزش داده بودید فهمیدم که باید همه چی رو درون خودم پیدا کنم و هیچ کسی رو جز خودم مقصر ندونم اگر به جای نمیرسم. اینو من توی یکی از دورهای مینی پروازتون متوجه شدم که یه جایی یه جمله‌ای برگشتی گفتیم اگر هر چیزی تو زندگیتون اتفاق میافته مقصر کسی نیست، خودتونید و بزرگترین ایرادی که از خودتون نمیبخشید. وقتی خدا شما رو بخشیده چرا شما نمیبخشید بابت اتفاقاتی که افتاده، اشتباهاتی که کردید، گناهانی که کردید؟ این بود که من فهمیدم و بخشش خودم، خب بخشیدن خودم باعث شد که همه اتفاقا روتین و دومینووار پشت سر هم بیفته و انرژیم بیشتر بشه روز به روز. و الانم توی ابر آلفا دوره‌ای که هستم طوریه که واقعا نمیتونم کامل شرکت کنم، تایم کاریم یعنی طوری بعضی شبا ساعت 1 میام خونه، 12 1 با اینکه این همه نیروی کاری دارم. از میگن آقا بازار کارتون خوابیده؟ نه برای من خوب. خدا شاهده، خدای بالا سرمون شاهده. من آرزوم بود که قرارداد 20 میلیونی ببندم سال 99,000 تا آخراش، این طوری که الان توی ماه مرداد ماه و شهریور یه پروژه 600 میلیونی قرارداد بسته بودم و در کنارش پروژه های دیگه بود که به 1 میلیارد 200 توی مرداد ماه قراردادام رسیده بود و شهریورم تقریبا نزدیک به 900 میلیون شده بود قراردادام. ماشاءالله ماشاءالله. اون بخش کار ذهنی به نظرم خیلی مهمه. همه چسبیدن به اینی که من بدوم با بیشتر بدوم بس بیشتر بدوم. من الان اگر میگن که تایم کاری زیاد انجام میدم این نیستش که بدنم داره یک کله کار میکنه، طوری که باید همه چی رو هندل کنم، مدیریت کنم که بعدش مثلا میام خونه بعد میشینم تازه اندازه ها و طراحی کار بعدی اینجوریه که تایمم رو برده. خیلی ممنون از زنده باشید. من تشکر میکنم بابت حضور شما. ممنون از شما. تشکر. خب شما خیلی ممنون. دوستان عزیزم اگه شما هم دوست دارین که آلفا رو تجربه کنین، آلفا یه فرایند چند مرحله‌ایه. اول اینی که باید به آرامش برسید. تا آرامش و صلح درون اتفاق نیفته شما هیچ تجربه خوبی نخواهید داشت. خیلی‌ها تو همین مرحله استارت کارشون خورده میشه. پاکسازی رو انجام بدی و بعد از اون آشتی با کودک درون و بعد از اون اینی که تجربه کنی خودت از خودت جدا بشی و از خودت سوال بکنی. خیلی‌ها تو این مرحله ایده‌های قشنگی رو گرفتن و بعد میریم سراغ سلامتی و ثروت و خیلی چیزهای دیگه و این اتفاق توی 1 ماه میفته. 2 ماه هم پشتیبانی دارین. اگه دوست داشتین که در کنارتون باشیم لطفاً از طریق استوریا چیکار کنم؟ چجوری ثبت نام بکنم؟ از طریق استوریا شماره‌تون رو بزنین باهاتون تماس میگیریم. خیلی ممنون، تشکر میکنم. روزتون عالی و پر از